متاسفانه همه 6 طفل ششگانگ که مبارک سویبو و ساکن 26 ساله جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف روز 11 ینور سال 2023 در تولدخانه ولایتی در شهر خوجند به دنیا آمدند. ففتیدند. یک روز قبل طبیبان وضع طفلان را معتدل می گفتند، ولی متاسفانه نتوانستند جان آنها را از مرگ نجاتند. نوری ددبایف سردختر تولدخانه ولایت در شهر خوجند روز 12 ینور در صحبت با آزیا پلوس مرگ همه نوزادان را تصدیق کرده و گفت که سبب اصلی مرگ آنها تولد پیش از مهلت و وزن کم است. به گفته طبیبان وضع سلامتی مادر این طفلکان غور مرگ مبارک صاحب و خوب است و او فعلا در تولدخانه قرار داشته یک مدت زیر نظارت طبیبان باقی خواهد ماند. مبارک صاحب و 2 فرزند دیگر هم داشته است. این ششگانگ 2 پسر و 4 دختر روز چهارشنبه 11 ینور در تولدخانه ولایتی خوجند به دنیا آمدند. به گفته طبیبان طفلان ششگانگ قریب 6 ماه تولد شده، وزنشان از 555 تا 700 گرم بوده است. در تاجیکستان این نخستین حالت تولدشوی ششگانگ بود. قبلا در کشور تولد 3 گانگ، 4 گانگ و 5 گانگ به قید گرفته شده بود.